میخوای بدونی چرا نوک برگ‌های برگ انجیرت اینطوری زرد و خراب میشه؟ میدونم که این مشکل خیلی از دوستانه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و تا آخرش با من همراه باشید. آبیاری نادرست دلیل اول خرابی نوک برگ‌های برگ انجیریه. کاشتن تو گلدونای ارتفاعدار باعث میشه ندونید زمان دقیق آبیاری کیه. وقتی از آبهای املاح بالا استفاده میکنید یا بیش از حد به گیاهتون کود میدید یا اصلا بیدلیل استفاده میکنید باعث شور شدن بستر گیاهتون میشه. وقتی بستر شور باشه آب و املاح غذایی نمیتونه به درستی جذب ریشه بشه. در نتیجه نوک برگ‌ها تو مراحل اولیه شروع به زردی و خرابی میکنه که اگه پیشرفت کنه گیاه رو نابود میکنه. استفاده کردن از خاک‌های بی‌کیفیت هم باعث بروز این مشکل میشه. از خاک‌های با کیفیت با ایسی پایین استفاده کنید. آبیاری رو زمانی انجام بدید که لااقل 70% از خاکتون خشک شده باشه، نه غرقابی بشه و نه خشکی بکشه.